به دلیل شرایط این فشاری که روی من بود منو برد سمت فلسفه. کتابایی که خوندی به دادت رسیدن یا نه؟ بسیاریش بله. 12 سالم بود تاریخ تمدن ویل دورانت رو تموم کرده بودم. اگر الان بود احتمالاً دومین جلدش هم هنوز تموم نکرده بودم به دلیل شرایطی که اون موقع داشتم و حالا ندارم. چرا فکر میکنی که اگه الان بود نباید میخوندی یا اساساً؟ وقتی با مردم حرف میزنم به نظر میاد که با موجودی از سیاره دیگری دارن حرف میزنن که خیلی عجیب غریبه و اگر این کتاب خوندن است که باعث شده من اینطوری بشم یه خورده عذاب آوره برام، چون لااقل دوستانم نباید از من بترسن. من اژدهای هولناکی نیستم. چند تا کتاب فقط بیشتر خوندم. خب دوستان زیادی داری یا نداری؟ تعداد دوستان صمیمیم خیلی کمه، به عدد 3 نمیرسه، ولی تعداد کسانی که با من سلام علیک دارن به همهشون